وقتی که میخوانیم که دانیل پلوژنیکوف همگی 20 سال دارد و الکی جایزه‌دار سومین موسم آواز کودکان گالوستیتی و غالب ده‌ها فستیوال های بین المللی موسیقی است، باورمان نمی آید که او از مادر معیوب به دنیا آمده است. والدین بعد چند ماه تولد درک میکنند که نوزاد هیچ انکشاف نمی‌یابد و برای تشخیص دانیل را به بیمارخانه میبرند. خلاصه دکتران این بود که کودک بیماری نادر استخوان دارد و انکشاف یافتن جسم او خیلی غیر مقرری خواهد بود. با وجود این والدین امید را از دست نداده دانیل را چون گوهر که چشم نگاه و بین میکردند و عزیز می‌داشتند. 7 سال اول عمر دانیل در آغوش مادر و پشت در بیمارخانه ها سپری شد. نهایت سال 2009 او را به مرکز طبابتی الیزارو آوردند. با راضی پدر و مادر، طبیبان صاحب تجربه از دستگاه الیزارو استفاده نموده دفرماسیون دست و پایها را اصلاح نمودند که در نتیجه قد دانیل 6 سانتی متر دراز شد. پدر و مادر که علاقمندان صنعت بودند تسکین دل خود و کودک 7 ساله معیوبشان را در صدای روح‌نواز موسیقی جویا شدند. واقعا دانیل در 4 سالگی از خود درک داده بود که ذوق سرودخوانی دارد، اما والدان از پی جستجوی درمان فرزندشان فرصتی به مهارت او توجه کردن را نداشتند. بعد سال 2009 چون تمام کوشش ها را انجام یافته حسابیدند و هم به تقدیر خود تن دادند، دنبال تربیه موسیقی دانیل یک جایه کمر بستند. دوام 10 سال دانیل پلوژنیکوف چنان مشهور گشت که کسی از معیوبیش یادآور نمیشد. میان ده‌ها موفقیت‌هایش جایزه پرزیدنت فدراسیون روسیه ولادیمیر پوتین در دایره دستگیری جوانان صاحب استعداد با نام فیلانتروپ که سال 2016 سال به دست آورد موقع مخصوص کسب کرد. محض بعد همین جایزه عالی با توصیه حاکمیت اجرایی محلی به دانیل عنوان افتخاری دوردانه فرهنگ ملی ساکراویشایم کلتوری ناسی داده شد. تنها سالهای 2014-2015 دانیل 18 مرتبه در فستیوال های موسیقی جای اول را کسب کرده. با این دستاوردی رکوردیش شامل انسیکلوپدیای بین المللی گردیده است. باور نکردنی است، ولی فکت است که دانیل سال 2018 مکتب موسیقی را در سوچی با دیپلم سرخ ختم میکند. واقعا آخری همان سال دانیل با شعر مؤلفی خود در نامیناسیون سرود معروف شرکت می‌ورزد و جایزه بسود جهان را به دست آورده شهرت جهانی را صاحب می شود. شنوندگان عزیز، مشتریان صحیفه صدای تاجیک، واقعا اگر انسان کوشش کند همه گونه مره ضبط خواهد شد. بنابراین هیچگاه شمع امید را خاموش نسازید و همیشه با امید آرزوهای نیک زندگی کنید. واقعا به صحیفه ما پیوستن را و معلومات و مطالب جالب را در صحیفه ما پیگیری کردن را نیز فراموش نکنید. با امید صحبت و دیدار مجازی دیگر توسط صحیفه صحت و سربلند باشید.